خب مجدد سلام. امیدوارم همه حالشون خوب باشه. امروز میخوایم بحث قبلیمون در رابطه با ایمیتیشن لرنینگ و اینورس reinforcement لرنینگ رو ادامه بدیم. جلسه پیش بحثی که مطرح کردیم این بودش که ما تو بعضی از ستاپ ها به این علاقه داریم که به جای اینکه با ریوارد فانکشن کار بکنیم برای اینکه یه پالیسی خوب به دست بیاریم، با یه مجموعه از دیمانستریشن ها که توسط یه اکسپرت دیمانستریشن ها در واقع که توسط یک اکسپرت داره به ما نشون داده میشه یه پالیسی رو ترین بکنیم. بنابراین این دیمانستریشن ها رو به یک الگوریتم لرنینگی در واقع میدیم. این الگوریتم لرنینگ برای ما یه پالیسی به دست میاره که یکی از ساده ترین در واقع این ستاپ ها ستاپ ایمیتیشن لرنینگ یا بیهیویر کلونینگ. ایرادی که به ایمیتیشن لرنینگ یا بیهیویر کلونینگ گرفته میشه این هستش که ما خیلی در واقع داریم سعی میکنیم در لیول های پایین ابسترکشن رفتار اکسپرت رو تقلید بکنیم و خیلی خوب میشد اگه میتونستیم تو لیول های بالاتر این کار رو انجام بدیم. در واقع ما توی اینورس reinforcement لرنینگ که یه ورژن پیشرفته تری از ایمیتیشن لرنینگ محسوب میشه، ما میخوایم همین کار رو انجام بدیم. میخوایم سعی بکنیم در واقع درک بکنیم که اینتنت اکسپرت چی بوده از اینکه یه دیمانستریشن رو به ما نشون داده. نمیخوایم صرفا سعی کنیم رفتار اکسپرت رو تقلید بکنیم. میخوایم مثل اینکه یه استنتاجی روی قصد و منظور اکسپرت در واقع انجام بدیم و این اینتنت اینفرنس یا اینتنت دیتکشن روی اکسپرت در قالب این هستش که ما بتونیم از روی اون دیمانستریشن ها ریوارد فانکشن اکسپرت رو ایمپلاید ریوارد فانکشن اکسپرت رو پیدا بکنیم. خب اگه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، این ریوارد فانکشن مثل یک کلیدی میمونه که این میتونه بیاد بره وارد یک الگوریتم RL بشه و برای ما در واقع اون پالیسی که دنبالش بودیم رو پیدا بکنیم. پس ما در واقع در ستاپ جدیدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و بهش میگیم اینورس reinforcement لرنینگ، هدفمون این هستش که دیمانستریشن ها رو به عنوان ورودی بگیریم، اکسپرت دمو ها رو به عنوان ورودی بگیریم، یه الگوریتمی داشته باشیم که به جای اینکه مستقیما به ما پالیسی رو بده، بیاد به ما اول ریوارد فانکشن رو بده به ازای همه استیت ها یا همه استیت اکشن ها و بعد این ریوارد فانکشن میتونه در ادامه به عنوان یک ورودی استفاده بشه به یک RL الگوریتمی که اون بعدش بیاد برای ما پالیسی رو پیدا کنه. پس ما پالیسی رو مستقیما اینجا نمیایم اینفر بکنیم، اول میایم ریوارد رو سعی میکنیم اینفر کنیم و این ریوارد در واقع همون اینتنتی هستش که راجبش صحبت کرد. حالا چرا این کار از نظر شما میخوام بپرسم چرا این کار بهتر از ایمیتیشن لرنینگه؟ اینکه من این وسط بیام ریوارد رو اینفر بکنم چه مزیتی میتونه داشته باشه؟ بله، میتونیم بهتر از اکسپرت عمل کنیم. دقیقاً. ببینید اکسپرت یه فرضی که توی بیهیویر کلونینگ وجود داره اینه که اکسپرت داره بهینه رفتار میکنه و این در حالی که واقعا ممکنه اینجوری نباشه. ممکنه اکسپرت که حالا مثلا یه عامل انسانی هست واقعا یه خطاهایی داشته باشه، یه جاهای خیلی عملکردش خوب نباشه. اگه شما بتونید ریوارد یا اینتنتش رو پیدا بکنین و بعد ببین اون ریوارد رو آپتیمایز کنین، ممکنه حتی به پالیسی برسین که بهتر از پالیسی خود اکسپرت کار بکنه. خب چرا؟ چون اکسپرت معمولا عامل انسانیه و ممکنه همواره و کانسیستنت اون ایمپلاید ریوارد فانکشنی که تو ذهنش هست رو آپتیمایز نکنه، یا گاهی اوقات عوامل رندوم دیگه ای تو تصمیماتش تاثیر بذارن
و به همین دلیل دقیقا اون رفتار بهینه رو از خودش نشون نده. پس اینکه من بیام رفتارش رو دقیقا سعی کنم تقلید بکنم، یه نقد این شکلی بهش وارده که ممکنه یه پالیسی ساب اپتیمال به ما بده. پس یه کار بهتر میتونه این باشه که من سعی کنم از روی دیمانستریشناش ریوارد رو یاد بگیرم و از روی اون ریوارد سعی کنم پالیسی رو پیدا بکنم. حالا ببینیم چه شکلی این کار قابل انجام هست. و برای اینکه بگم چجوری میشه این کار رو انجام داد، اگه شما برگردید یه بار دیگه به مسئله RL نگاه بکنید، حالا چه روش‌های مدل بیس، چه روش‌های مدل فری، پالیسی اپتیمیزیشن، همواره اینجوری بود که شما یه اپتیمیزیشنی داشتین که ریوارد فانکشن شناخته شده بود. این ریوارد فانکشن بخشی از ابجکتیو شما بود و اون چیزی که روش میخواستین اپتیمیزیشن رو انجام بدین به عنوان متغیرهای اپتیمیزیشن، اکشن ها یا پارامترهای پالیسیتون بود. حالا بسته به اینکه تو چه ستاپی از RL هست. حالا ما الان با یه مسئله روبرویم که مثل اینکه این داستان برعکس شده. یعنی چی؟ یعنی اومدن به ما گفتن این اکشن ها چیه، مثلا توی یه دومین خاصی اومدن رفتارهای انسانی رو در واقع برای ما ترک کردن، با فرض اینکه انسان ها رشنال رفتار میکنن، این اکشن ها رو در واقع به دست آوردن. حالا دارن میگن بگو این ریوارده چی باید باشه، این ریوارد فانکشن چی باید باشه. خواهن مثل اینکه کار معکوس این داستان رو انجام بدن. این بحث رو در واقع توی صحبت‌های قبلیم اشاره کردم که به این حالت در واقع میگیم اینورس RL. تفاوتش با استاندارد ایمیتیشن لرنینگ این هستش که ما اینجا دیگه نمیخوایم رفتار رو صرفا کپی بکنیم. این همون بحثیه که قبلا داشتیم. خب حالا میخوام یه مطلبی رو بگم که نقش مهمی رو توی اینورس RL ایفا میکنه و اونی که اینورس RL یه مسئله اصطلاحاً آندر اسپسیفایده. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که شما مثلا فرض بکنید یه همچین دمویی توی یک گرید وردی بهتون داده شده که یه ایجنتی به سمت راست حرکت میکنه و بعد میره پایین و بعد ازتون خواستن بگین ریوارد فانکشن این چی بود. خب نکته اینه شما میتونید ریوارد فانکشن های متعددی رو مثال بزنید که همشون به یه همچین رفتاری میتونه منتهی بشه اگر اپتیمایز بشن. مثلا ریوارد فانکشنتون اگه اینجوری باشه که تو این خونه یه ریوارد بزرگی به شما بده و بقیه جاها ریوارد صفر باشه، یه همچین رفتاری متصوره. یا ممکنه که مثلا یه مقدار پایینتر باشه اون خونه ای که ریوارد مثبت داره. یا ممکنه اصلا نیمه پایینی جدول مثلا فرض کنید اون ناحیه‌ای باشه که ریوارد بزرگی داره بهش نسبت داده میشه. پس مثل اینکه مسئله یکتا نیست سولوشنش. این آندر اسپسیفاید بودن به این مفهومه که پاسخ یکتایی نداره. اینکه من از روی دیمانستریشن ها بخوام ریوارد رو پیدا بکنم و من باید برای این مشکل یک راه حلی پیدا بکنم که چجوری میشه این مسئله رو خوش تعریفش کرد. خب اینجا در واقع ستاپ اینورس رینفورسمنت لرنینگ رو داریم میبینیم و تفاوتش با regular reinforcement learning. سمت چپ regular reinforcement learning رو داریم میبینید، سمت راست inverse reinforcement learning رو میبینید. در هر دو مسئله شما state space، action space و transition probability ها رو دارین. در forward reinforcement learning reward رو دارید به عنوان ورودی. در inverse RL trajectory ها رو به عنوان ورودی دارید که trajectory به عنوان ورودی بهتون دادن. در regular reinforcement learning هدف شما این هستش که پالیسی بهینه رو یاد بگیرین. در inverse RL هدفتون این هست که یک reward function رو یاد بگیرین و معمولا این reward function رو با یک شبکه عصبی نشون میدید که یه پارامتر مثلا مثل سای هم در واقع داره و این شبکه عصبی در واقع ورودیش میتونه استیت یا دوتایی استیت اکشن باشه و در خروجیش باید ریوارد رو برای شما تولید بکنه. و البته یک گام نهایی هم وجود داره، اینکه بعد از اینکه ریوارد لرن شد بیایم پالیسی بهینه رو بر اساس اون ریوارد با RL معمولی یاد بگیریم. پس
اینورس آر ال معمولا در ترکیب با آر ال استفاده میشه برای اینکه تهش بتونیم به ریوارد به پالیسی بهینه برسیم. خب حالا میایم سراغ از ساده ترین روشی که تو اینورس آر ال مطرح شده که بهش میگن فیچر مچینگ یا اینورس فیچر مچینگ اینورس آر ال. بیان چیکار میکنن؟ میان میگن شبکه عصبی رو یه دقیقه بزنش کنار، بیاین با یک لینیر فانکشن کار کنیم. بیاین یه سری فیچر تعریف بکنیم تو فضای استیت اکشن که اینو با اف آی اس و ای نشون میدیم. این فیچرها چیا هستن؟ فیچرهایی هستن که شما بر مبنای اونها تصمیم میگیرین که به یه استیت اکشن ریوارد بدید یا ندید. مثلا میتونه چی باشه؟ مثلا میتونه این مثلا توی سلف درایوینگ کار اینجوری باشه که اگه توی استیتی شما هستین و مثلا یه اکشن دور از انتظاری رو، مثلا ماشین داره صاف میره، مثلا فرمون رو خیلی به طرفین بپیچونین، مثلا این میتونه یه فیچر باشه که آیا فرمان مثلا داره انحرافش از یه حدی بیشتر میشه یا نه. خب این مهمه تو تصمیم گیری شما برای اینکه ریوارد رو چجوری بدین. یا اگه مثلا پدال گاز خیلی داره با شتاب خیلی زیادی مثلا ایجاد میشه، مثلا این یه فیچر دیگه میتونه باشه. و شما ریوارد رو بیان یک تابع خطی بر مبنای این فیچرها تعریف کنین، یعنی جمع وزندار این فیچرها رو هم از پیش اصطلاحاً فیچر انجینیر کردین و فرض کنین به دستش آوردین. بردار فیچرها رو هم با اف بزرگ معمولا نشون میدیم که ضرب داخلی شده با این با این سایی که در واقع وزن تک فیچرها هستش. خب حالا چجوری ما میایم سایه رو به دست میاریم؟ میگیم اگه یه فیچر مهمی باشه، ما انتظار داریم که به شکل متوسط مقدار اون فیچر در دیمانستریشن ها با مقدار اون فیچر در پالیسی که از روی این آری که یاد گرفتیم به دست میاد یکسان باشه. خب یه بار دیگه تکرار کنم، اینجا بنویسم. میخواین expected value فیچرها موقعی که استیت هاتون از پالیسی اکسپرت میاد مساوی باشه با expected value فیچرها موقعی که از پالیسی آر سای استفاده کردیم. پالیسی آر سای یعنی چی؟ یعنی پالیسی که آر ال اومده روی آر سای به دست آورده. خب چرا این کار به نظرتون کار خوبیه؟ یعنی چرا انتظار دارین که این دوتا اکسپکتیشن با هم مساوی باشن؟ بله، یه تراجکتوریا رو شبیه میکنه فرمودن آقای اکبری. ببینید اگه این فیچرها واقعا فیچرهای خوب و درستی باشن، بذارید یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید یکی از این فیچرها این هستش که مثلا آیا تو اون استیت که شما دارین رد میشین مثلا استاپ ساین یا علامت توقف مثلا وجود داره یا نه. خب اگه یه اکسپرتی یه پالیسی داره که از خیابونهایی رد بشه که استاپ ساین نداشته باشن تا میزان ترمز گرفتن خودش رو محدود بکنه، شما انتظار دارین در واقع سای خوب باشه که شما رو به سمت پالیسی ببره که تو اون پالیسی هم به شکل متوسط ببینید چه اتفاقی افتاده. این خیابون هایی که ازشون رد میشین هم استاپ ساین کمی داشته باشن. خب و البته فقط یه دونه فیچر هم کافی نیست. یعنی اگر شما کاتا فیچر داشته باشین، به جای همه این کاتا فیچر در واقع دوست دارین این مچینگ اتفاق بیفته. در واقع به ازای تمام المان های فیچر، تمام ابعاد فیچر
شما معمولا انتظار دارین یه همچین اتفاقی بیفته. یه دسته از روش‌های اینورس RL روحشون بر مبنای یه همچین مسئله‌ای در واقع کار میکنه و خب این یه مقدار کمک میکنه که اون مسئله آندر اسپسیفیکیشنی که در قبل بهش اشاره داشتیم کمتر بشه. اگر شما این فیچرها رو خیلی غنیشون بکنین، تعدادشون رو خیلی زیاد بکنین، در نهایت مثل اینکه یه تعداد زیادی اینجا معادله شکل میگیره و چندین معادله و چندین مجهول شما اینجا چیه؟ مجهول شما این سایی هستش که قرار بود پیداش بکنید. اگر این معادلات از همدیگه مستقل باشن و بشه در واقع یک روشی برای حل این دستگاه معادله پیدا کرد، اون موقع شما میتونین سای رو اینجوری تخمین بزنین و ریوارد فانکشن به دست میاد و خب طبیعیه هر چقدر تعداد معادلات شما بیشتر باشه، احتمال اینکه بتونید سای رو یونیک و دقیق محاسبش بکنین بیشتر میشه. ولی در عمل معمولا این سای خیلی های دایمنشنال تر از این حرفا هستش. معمولا دایمنشن در واقع این سای در واقع از بعد اینترینزیک یا تعداد فیچرهای مستقل شما بزرگتره. من اینو میذارم اسمش دایمنشن زیر فضایی که با F1 تا مثلا Fk داره نمایش داده میشه. چرا؟ چون معمولا این فیچرها به همدیگه وابستگی دارن. معمولا این فیچرها همیشه کاملا مستقل از هم نیستن. به همین دلیل در واقع همچنان میتونه مسئلهتون ambiguous یا under specified باشه و همچنان اون مشکل اولیه رو شما داشته باشید. میان که برای اینکه این مشکل حل بشه یه سری فرضیات اضافه میکنن. ما اگه خاطرتون باشه توی یادگیری ماشین یه اصلی داشتیم به نام مکسیموم مارجین. موقعی که SVM رو شما میخوندین اونجا هم شبیه همین داستان رو داشتیم. مثلا شما یه سری تو مسئله کلاسیفیکیشن یه سری پوینت داشتین، میخواستین اینا رو از هم دیگه جدا بکنین. مثلا خب راههای مختلفی وجود داشت به عنوان کلاسیفایر خطی. مثلا یه کلاسیفایر خطی این بود، یه کلاسیفایر خطی مثلا این یکی بود، خب و مثلا یه کلاسیفایر دیگه این یکی بود. ماکسیموم مارجین پرینسیپل میگفتش که اون کلاسیفایر خطی رو انتخاب کن که مارجینش یعنی فاصلش تا نزدیکترین نقاط از دو تا کلاس ماکسیموم بشه. و خب این شهودش چی بود؟ شهودش این بودش که اگه این نقاط یه مقداری پرترب بشن، یه مقداری جابجا بشن، وقتی که اون مکسیموم مارجین کلاسیفایر رو شما انتخاب کرده باشین در واقع دستخوش خطا نمیشه اون دسته‌بندی شما. حالا همون اصل رو شما میتونید اینجا به کار بگیرید. میتونید بیاید فیچر مچینگ رو این شکلی بهش نگاه بکنید که بگین که من به جای اینکه بیام خود فیچرها رو مچ بکنم، میام به ریوارد فانکشنی که داره به دست میاد نگاه میکنم و متوسط ریوارد فانکشن رو، این در واقع اوریج ریوارد فانکشن روی چیه؟ روی اکسپرت دیمانستریشن ها اینو نگاه میکنم. خب اگه فرض بکنم که اکسپرت من واقعا اکسپرته و ریواردش ریوارد خوبیه، انتظار دارم که این ریوارد به شکل متوسط بزرگتر مساوی چی باشه؟ بزرگتر مساوی ریواردی باشه که با بهترین پالیسی داره به دست میاد. یعنی شما مثلا هر پالیسی دیگه یا بهترین پالیسی ممکن رو اگه در نظر بگیریم و بیاین مقدار ریوارد رو روش به شکل متوسط به دست بیارین، انتظار دارین که اکسپرتتون از همه اونها بهتر کار کنه. پس این در واقع اوریج ریوارد روی چیه؟ روی other policies یا
best policy. خب نه تنها از بقیه پالیسی ها بهتر باشه، بلکه با یه مارجینی هم بهتر باشه. خب مثل اینکه این بهتر بودنه همون کلاسیفیکیشن دیسیژنیه که ما قبلا راجع بهش صحبت میکردیم. الان داریم میگیم که این بهتر بودنه با یه مارجینی باید اتفاق بیفته و من میخوام مارجین رو هم ماکسیموم بکنم. یعنی میخوام در واقع مارجین رو ماکسیموم بکنم به گونه ای که یه سایی به دست بیاد که تمام اون قیود برقرار باشه و با زیاد کردن این مارجین مسئله رو ببرم به سمت اوور اسپسیفای شدن، یعنی از آندر اسپسیفای درش بیارم ببرمش به سمت اوور اسپسیفای شدن. و بنابراین به یه همچین اپتیمیزیشنی در واقع میرسیم توی اینورس آر ال، توی روش هایی که یه مقدار پیشرفته تر از فیچر مچینگ بودن، که یه مسئله اپتیمیزیشن متغیراش چیان؟ متغیرش ام که مارجین ما هستش روی ریوارد، سای هست که وزن فیچرهای مختلف توی ریوارد فانکشن شما هست و خود همین ام، و یه سری قید وجود داره. قیده چیه؟ میگه که آقا ریوارد به شکل متوسط روی تراجکتوری های اکسپرت باید نه تنها بزرگتر از متوسط ریوارد رو هر پالیسی دیگه ای باشه، بلکه با یه مارجینی هم باید این قضیه اتفاق بیفته. این اضافه کردن مارجین در واقع یه مقدار مسئله رو ویل دیفاین تر میکنه و میبردش به سمت اسپسیفیک شدن. و بعد ممکنه بگین خب یه همچین مسئله اپتیمیزیشن چه شکلی حلش میکنن؟ اینجا در واقع این اپتیمیزیشن یه اپتیمیزیشنیه که کانسترینت های خطی دارد. اگه بهش نگاه بکنید در واقع این یه سری کانسترینت خطی داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون متغیرهای شما که سای باشه و خود ام باشه، این متغیرها در واقع به حالت خطی توی این ظاهر شدن و بعد ابجکتیوتون هم در واقع حالت خطی داره. البته اینجا یه پیچیدگی وجود داره، یه مکس روی پای در واقع دارین میگیرین، یه مکس روی پای دارین میگیرین، یعنی میگین در واقع اون پایی که این در واقع ضرب داخلی رو ماکسیموم میکنه، لذا اینجا یه وابستگی در واقع به سای پیدا میشه. ولی حالا با فرض اینکه بتونیم این مکسیمیزیشن، این اینر مکسیمیزیشن رو یه جوری حلش بکنیم، این یک در واقع لینیر اپتیمیزیشن مثل اینکه میشه، یه لینیر پروگرام مثل اینکه میشه، در صورتی که جواب اون مکسیمیزیشن رو بتونیم یه جوری پیداش بکنیم. و در عمل میشه چیکار کرد؟ در عمل میشه شما بیاین سعی بکنید برای پیدا کردن این پالیسی مثلا یه RL بزنید، یعنی یه فای اولیه، مثلا یه سایه اولیه در نظر بگیرین. این سایه اولیه مثلا به شما یه ریوارد فانکشنی رو بده و بعد این ریوارد فانکشن بیاد استفاده بشه، شما روش RL بزنین. RL که میزنین مثلا یه پالیسی بهتون بده، این پالیسی رو بردارین بیارین بزنین اینجا، خب به جای این مکسی که اینجا هست. و بعد وقتی مسئله رو حل کردین و سای جدید به دست اومد، یک بار دیگه باید این کار رو تکرار کنیم، چون سای جدید به دست اومده. آر رو باید از نو محاسبه کنیم، آر ال رو دوباره از نو بزنیم، یه پای جدید به دست بیاد، پای دوباره بیاریم اینجا جایگزین کنیم. پس مثل اینکه با یه در واقع توالی RL پلاس لینیر پروگرام، لینیر پروگرامینگ، شما مثل اینکه میتونین این مسئله رو اجراش بکنید. و این پترنی که دارین میبینین که اپتیمیزیشنی حل بشه در کنار یک الگوریتم RL رگولار، این خیلی توی اینورس RL زیاد دیده میشه. حالا در ادامه هم خواهیم دید در ادامه این جلسه. پس در واقع به یک همچین اپتیمیزیشنی میرسیم. این اپتیمیزیشن رو میشه با استفاده از SPM تریک یه مقدار ساده ترش کرد، اون امش رو حذف کرد، کافیه ام رو برداریم به جاش یک بذاریم و مارجین شما به شکل 1/بر نرم سای به توان 2 در میاد. پس اگه بخوایم مارجین رو ماکسیموم کنیم، کافیه
یه ضریبی از سایب نرم سایب توان 2 رو مینیمم بکنین، تبدیل میشه به یک همچین اپتیمیزیشنی و خب عملا تبدیل به یک کوادراتیک پروگرام میشه. و البته یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این کانسترینت ها ممکنه فیزیبل نباشن. چرا؟ چون این فانکشن کلاسی که شما اینجا در نظر گرفتین و پالیسی رو دارین روش بهینه سازی میکنین، این ممکنه خودش شامل چی هم باشه؟ خودش شامل پای استار هم باشه. خب پای استار هم عضو این پای بزرگ ممکنه باشه و اگه اینجوری باشه خب شما واضحه که هیچ وقت نمیتونین سمت راست رو کوچیکتر از سمت چپ بکنین، چون سمت راست پای استار رو هم شامل میشه، سمت راستتون در نهایت همیشه بزرگتر از سمت چپ میشه. پس میان اون یک رو برمیدارن و یه ترم پنالتی اضافه میکنن که داره نشون میده که این پایی که داره آپتیمایز میشه چقدر به پای استار نزدیکه. اگر پای و پای استار خیلی شبیه همدیگه باشن، یعنی اون فانکشن کلاس پای بزرگ شامل پای استار باشه و بخواد احیانا توی مکسیمیزیشنش پای استار رو انتخاب بکنه، این جمله دوم صفر میشه و این مارجینتون رو عملا به سمت صفر شدن میبره و امکان این رو میده که این کانستریتی که نوشتین بتونه برقرار باشه. پس یه تغییر کوچیک هم میدن، اون یک رو برمیدارن و مثلا یه چیزی از جنس کیل دایورجنس یا یه دایورجنسی بین پای و پای استار اضافه میکنن. خب حالا اشکال این کار چیه؟ اشکال این کار این هستش که اینکه اومدیم مثلا مارجین استفاده کردیم، شبیه یه اینداکتیو بایاس میمونه تو مسئله. معلوم نیستش که الزاما مارجین بهترین راه اوور اسپسیفای کردن پالیسی باشه. یه فرض خیلی مهم مثل این که اینجا اتفاق افتاد، فرض کردیم اکسپرت واقعا اپتیماله. چرا؟ چون نگاه بکنید اینجا در واقع گفتیم ریوارد اکسپرت که سمت چپ نامساوی داره قرار میگیره بزرگتر مساوی هر ریوارد دیگر هر پالیسی دیگری هست. حالا اگه اکسپرت شما ساب اپتیمال باشه، خب اینجا مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه مثلا مثل SVM بیاین اسلک وریبل اضافه بکنین. و مشکل دیگرش این هستش که این اپتیمیزیشن یه اپتیمیزیشن کانسترینت و خب اپتیمیزیشن کانسترینت خیلی چیزای محبوبی نیستن، به خاطر اینکه توی دیپ لرنینگ وقتی میخوایم استفادهشون بکنیم باید به فرم ابجکتیو فانکشن درش بیاریم و در واقع سری پیچیدگی اینجا اضافه میکنه. ولی با این وجود این روش ها تا یه زمانی بودن و ازشون استفاده میشده. اگه خواستین اطلاعات بیشتری کسب کنین میتونید این دوتا کار رو در واقع ببینید، ماکسیموم مارجین پلنینگ و اپرنتیسشیپ لرنینگ در واقع ابیل و انگ که بر مبنای همچین ایده‌ای در واقع کار میکرد. حالا اینو به عنوان یه روش پرکتیکال من نگفتم، همونجور که اینجا هم داریم میبینیم چالش‌هایی در اجرا داره، ولی تلاش کردم که در واقع یه مقدار به شما شهود بدم که احتمالاً مسئله رو چجوری باید اپروچ بکنید و در ادامه راجع به یه سری روش‌هایی که پرکتیکال تر باشن صحبت کنیم. بنابراین اگه اینجا برای شما سوال ایجاد شده که حالا دقیقاً چجوری این کانسترینت اپتیمیزیشن رو حلش می‌کنیم، با چه تریکی حلش می‌کنیم، وارد اینا نمیخوام بشم، چون این روش در نهایت متد اف چویس ما نیست. بیشتر می‌خوایم از این روش ایده بگیریم برای اینکه در ادامه ببینیم چه شکلی میشه روش‌های پیشرفته تر داشت. خب من برگردم سوالات رو ببینم. فکر کنم 3 تا سوال پرسیده شده که به نظرم خوبه که راجبشون صحبت کنیم قبل اینکه ادامه بدیم. خب فرمودن که اگر متخصص یک ویژگی بد داشته باشه چطور میتونیم با این روش مشکلش رو حل بکنیم؟ باعث نمیشه که اون ویژگی بد در ریوارد نهادینه بشه. ویژگی بد رو باید تعریف بکنیم منظور چیه. ویژگی بد یعنی ویژگی که هیچ ربطی به ریوارد نداشته باشه، یعنی مثلا مستقل از ریوارد باشه. اگه این شکلی باشه در نهایت اون معادلاتی که شما دارین میسازین مثل که یکی از معادلاتتون معادله غلطی هستش توی فیچر مپینگ
چون اون فیچر واقعا هیچ ربطی نداره به مفهوم ریوارد و اینکه شما مچش دارین میکنین توی پالیسی اکسپرت ورسوس پالیسی دیمونستریشن ورسوس در واقع پالیسی دیمونستریشن ورسوس اکسپرت دیمونستریشن. اینکه این دو تا رو دارین مچ میکنین در واقع کار اشتباهی دارین انجام میدین و مثلا که یکی از معادلاتتون خطا داره. خب ولی اگه ویژگی بد رو دارین تعریف میکنین، یه چیزی که مثلا وزن منفی داره، نه اون اتفاقا بد نیستش که مچش کنین. مثلا فرض کنین یه راننده اکسپرتی داره تلاش میکنه که مثلا از نزدیک شدن بیش از حد مثلا به خودروی جلویی خودداری بکنه. خب و مثلا نزدیک شدن بیش از حد به خودروی جلویی یه فاکتور منفیه، در ریوارد شما تاثیر منفی میذاره. حالا اینکه شما اینو مچش بکنین اتفاقا خوبه. یعنی اگر توی اکسپرت پالیسیاتون کم داره این فیچر دیده میشه، خب در واقع ترو پالیسی شما هم باید کم دیده بشه. خب بنابراین این روش ها فرضشون بر این اساسه که اون فیچرها واقعا همه ربط دارن. حالا یا ربط مثبت دارن به ریوارد، یعنی سایشون با علامت مثبت ظاهر میشه، یا در واقع ربط منفی دارن. یکی از این دوتا حالت. بردار فیچر دانسته هست. بله، بردار فیچر دانسته است. با فیچر انجینیرینگ فرض میکنیم که به دست آوردیمش. یک بار دیگه مختصر بگیم چه استدلالی هست که در واقع اون دو تا بردار متوسط برابر بشن. یه جورایی امیر حسین گفتی کل داستان رو بگم، بعد گفتی سپس ایده راه حلتون هم چی بود؟ اه، یعنی یه بار دیگه کل این داستان رو بگم، ولی اشکال نداره، بذار مختصر یه بار دیگه میگم اگه واضح نبوده. اه، ببینید ایده داستان اینه. یه فیچر، خب شما یه سری تراجکتوری دارین. خب یه سری تراجکتوری دارین. این تراجکتوری های مثلا فرض کنید اکسپرت. و تو این تراجکتوری ها مثلا شما میبینید که یه فیچری مثلا داره زیاد تکرار میشه. این باکس هایی که کشیدم مثلا داره نشون میده فیچر مثلا کامتون یک شده، فیچر کام دوباره یک شده، فیچر کام یک شده. خب بقیه جا صفر. خب یه همچین داستانی رو داریم. خب حالا این در یک سمت داستانه. on the other hand شما تراجکتوری هایی رو دارین که پالیسی که بر اساس آره سای داره به دست میاد برای شما داره میسازه. خب انتظار دارین اگه این سای رو شما درست تعریف کرده باشین، انتظار دارین که این تراجکتوری ها شبیه تراجکتوری های اکسپرت باشن. و شبیه بودن یعنی چی؟ یعنی شما ببینید که مثلا اگه نرخ این FK یک شدنش مثلا نرخش مثلا 20%، انتظار دارین این برم ببینید که اینا 20% باشن. یعنی مثلا ببینید که اوکی اینا هم دارن مثلا 20% اتفاق میفتن. و تو همه فیچرها هم این اتفاق میفته. یعنی اگه فیچر کا داره 20% اتفاق میفته، هم در اکسپرت هم در پالیسی که بر اساس RSI به دست اومده، باید همین مسئله برقرار باشه. تو فیچر دوم هم باید همین داستان باشه، تو فیچر سوم هم باید همین داستان باشه. این در واقع شهود این قضیه بود. و گفتیم که این یه مقدار امبیگیوتی داره. اومدیم برای اینکه امبیگیوتیش رو حل بکنیم، یه چیزی رو مبنا در نظر گرفتیم و اون این بودش که ریوارد اکسپرت، که این جمله سمت چپه، این جمله رو نگاه کنید، expected ریوارد اکسپرت. چرا؟ چون ریوارد چی بود؟ ریوارد سای ترانسپوز ضرب در F بود دیگه، درسته؟ حالا شما از این میخوام بگید expected بگیرین روی چی؟ روی پالیسی اکسپرت یا پایستار هم پالیسی اکسپرت. حالا این صرفا این سای رو از expected بیرون آورد، چون سای یه بردار دیترمینیستیک هستش. اینو به این شکل نوشته سای ترانسپوز expected F. خب اینو مثلا که آورده بیرون.
و گفته که خب من انتظار دارم متوسط ریوارد اکسپرت بزرگتر از ریوارد هر پالیسی دیگه ای باشه، یعنی به جای هر پالیسی دیگری مثل پای این انتظار داریم از سای ترانسپوز اکسپکتد روی پای F بزرگتر باشه. حالا اگه شما فیچر مچینگ رو انجام داده باشین، مثل اینکه می‌بینیم فیچر مچینگ یه پیش نیاز برای این قضیه هستش. چرا؟ چون این اکسپکتدی که اینجا هست رو با این اکسپکتد مثل اینکه مساوی کرده. خب این دو تا اکسپکتد با هم مساوی باشن، خود به خود سمت چپ و راست با هم مساوی میشه و مثل اینکه خود به خود این قضیه داره اتفاق میفته. بنابراین مثل اینکه حالت ساده این وقتی مارجین جمله ام رو شما ندارین، مثل اینکه شبیه فیچر مچینگ. ولی وقتی یه دونه ام هم اینجا اضافه میکنید، مثل اینکه یه مقدار اینو سخت‌ترش میکنید. میگین نه تنها باید پالیسی بهینه ریواردش بزرگتر از هر ریوارد هر پالیسی دیگه ای باشه، باید با یه مارجینی هم این اتفاق بیفته و این مارجینه باعث میشه که مسئله به سمت اسپسیفاید تر شدن پیش بره. خب تاها پرسیده که با این کار هدف اولی که میخواستیم پالیسی بهتر از پالیسی اکسپرت پیدا کنیم زیر سوال نمیره. چرا دقیقا زیر سوال میره و اینجا هم یکی از نقاط ضعفمون همین بود دیگه. گفتیم که اکسپرت ساب اپتیمالیتی رو فرض نکرده این روش. ما نیاز به روشهایی داریم که اجازه بده که پالیسی اکسپرت امکان ساب اپتیمال بودن داشته باشه. پس مثل اینکه این کارهایی که در واقع تا الان داشتیم میکردیم صرفا یه تلاشای اولیه بوده در راستای اینورس آر ال که الزاما با روح اینورس آر ال هم در واقع نمیخونده. حالا میخوایم در ادامه بپردازیم به روش هایی که یه مقدار این مسئله رو امکان پذیر میکنه و به شکل خاص میخوایم یه فریمورک رو معرفی بکنیم که بر مبنای یک گرافیکال مدلی هست شبیه این چیزی که اینجا دارید میبینید. این گرافیکال مدل سه جور متغیر توش وجود داره. یه سری از نودها استیتن که قبلا شما دیده بودینشون، یه سری از نودها اکشنن، اینم دیده بودین. یه نود جدید معرفی شده به نام OI. این OI چی رو داره نشون میده؟ این OI یه متغیر باینریه، یا صفر یا یکه و داره نشون میده که آیا اکشنی که شما تو اون لحظه انجام دادید تو سنس همون لحظه، آیا یعنی به شکل لوکال، آیا آپتیمال بوده یا نبوده. و کاندیشنال پروبابیلیتی شو، چون تو این گرافیکال مدل در واقع او به هم به استیت هم به اکشن در اون لحظه وابسته است، متناسب با اکسپوننشیال ریوارد در اون لحظه داره میگیره. ریوارد رو هم داریم فرض میکنیم منفیه که در واقع این اکسپوننشیاله کوچکتر از یک بشه و این احتماله در واقع احتمال واقعا بشه. اگه ریوارد مثبت باشه باید یه جوری نورمالایزش بکنیم تا این مسئله محقق بشه. خب پس مثل اینکه من یه سری استیت دارم، این استیت ها دارن به شکل MDP تور همدیگر رو جلو میبرن. یه سری اکشن دارم که این اکشن ها دارن تو استیت های لحظات بعد تاثیر میذارن. در هر لحظه یک متغیری به نام اپتیمالیتی تعریف شده. این اپتیمالیتی داره به ما میگه که تو سنس فقط همون لحظه، نه اتفاقاتی که در آینده میخواد بیفته، چقدر این اکشن خوبی بود. و خب طبیعیه که احتمالش رو مساوی با چی مثلا در نظر بگیریم. یه مثلا گزینه خوب میتونه همین اکسپوننشیالی باشه که نوشتیم. هر چقدر ریوارد بزرگتر باشه این احتمال اپتیمالیتی در واقع بالاتر میره، هر چقدر ریوارد کوچیک‌تر باشه احتمال اپتیمالیتی مثل اینکه پایین‌تر. و الان شما میتونید بر اساس این گرافیکال مدل در واقع احتمال هر تراجکتوری از استیت ها و اکشن ها given optimality variable رو بنویسید. چجوری شما میتونید اینو بنویسین؟ این متناسب با probability
S1 تا T A1 تا T O1 تا T و بعد اینو چه شکلی بنویسین پی S1 در پی A1 در پی O1 به شرط S1 و A1 در پی S2 به شرط S1 و A1 در پی A2 در پی O2 به شرط S2 A2 همینجور الی آخر. میتونید اینو در واقع کامل بنویسین. تو این نوشتنه فقط دقت کنید که این پی A1 پی A2 در واقع اینا از پالیسیتون میاد و شاید کار بهتر این بود که یه فلش این شکلی هم در واقع اضافه بکنه که بگه که در واقع خود اکشن هم تابع از استیت هستش. اگه این کارو میکرد در واقع اینو میتونستیم به شکل پالیسی A1 به شرط S1 و پالیسی A2 به شرط S2 بنویسیم. خب پس این در واقع به من کمک میکنه که من بتونم یه joint probability روی استیت اکشن ها و اپتیمالیتی ها تعریف بکنم. حالا خوبیش چیه که من این اپتیمالیتی اصلا انگیزه این که من اپتیمالیتی رو آوردم تو مسئله به نظرتون چیه فکر میکنید؟ چرا من اصلا اپتیمالیتی رو به عنوان یه متغیر آوردم؟ بله ببینید به خاطر اینکه شما این گرافیکال مدل رو آوردین که رفتارهای انسانی رو سعی کنه توضیح بده. خب رفتارهای اکسپرت که الزاما اپتیمال نیست. بنابراین بتونه این اوها رو این او آی ها رو بتونه صفر هم در نظر بگیره. خب برای اینکه بتونه مثلا بعضی از رفتارهای انسانی رو توجیه بکنه. خب برای اینکه ما قدرت توجیه دیتا ستمون که دیمانستریشن هایی هست که از انسان گرفته شده رو داشته باشیم، مثل اینکه این اوها رو اضافه کردیم که اجازه بده ما رفتارهای غیر اپتیمال رو هم بتونیم نمایش بدیم. خب حالا ما میتونیم سعی بکنیم بریم این مدل احتمالاتی رو شبیه همون حرفایی که تو جلسات بندیت زدیم. گفتیم که ما یه مدل احتمالاتی داشته باشیم میتونیم پارامترهای ناشناخته‌اش رو استیمیت بکنیم. خب و اینجا الان پارامتر ناشناخته شما تو این مدل چیه؟ پارامتر ناشناخته شما تو این مدل اگر ریواردتون ناشناخته باشه میتونه همون پارامتر سای ریوارد باشه. پس شما مثل اینکه یک گرافیکال مدل یا یک probability مدل دارین برای دیتاتون. دیتای انسانیه، بنابراین این اوها ممکنه که با یه احتمالی یک نباشن و این در واقع به شما یک راهکار میده برای مدل سازی ساب اپتیمالیتی رفتار انسان. ولی شما میخواین برید توی این مدل گرافیکال، توی این مدل پروبابیلیستیک اینو به گونه‌ای فیت بکنید که این آننون شما یا سای به دست بیاد. و برای اینکه این کار رو انجام بدید راههای مختلفی داریم. مثلا ساده ترین کارش این هستش که مثلا مکسیمم لایکلیهود بزنید و ما میخوایم در ادامه راجع به همین صحبت بکنیم. خب در واقع اگه بیاین اون ضربی که من توی اسلاید قبل نوشتم رو انجام بدید، اون ضرب دو تا بخش پیدا میکنه. یه بخش فقط استیت اکشن ها رو داره که اسمش ما میتونیم بذاریم probability تراجکتوری یا پی تا، و یه بخش که اکسپوننشیال هایی که ریوارد فانکشن توش ظاهر شده و اگر این اکسپوننشیال ها رو در هم ضرب بکنیم میشه اکسپوننشیال جمع ریوارد فانکشنتون. که این در واقع چیه؟ این همون ریترنی هستش که تو این درس زیاد راجع بهش صحبت می‌کردیم. پس این در حرفی که داره میزنه چیه؟ داره میگه که احتمالی که یه تایی در واقع دیده بشه متناظر با احتمال خود همون تا
موقعی که از نگاه داینامیکی داریم و پالیسی داریم نگاه میکنیم به اون تراجکتوری، ولی این یه ویتی میگیره، ویتش متناظر با ریترنیه که شما داریم. هر چقدر ریترنتون ریترن بزرگتری باشه، خب مثل اینکه اون تاو داره احتمالش بیشتر میشه. چرا؟ چون داره اپتیمالیتیش بیشتر میشه و مثل اینکه داره احتمال بزرگتری بهش نسبت میده. ولی در عین حال هیچ وقت ادعا نمیکنه یه تایی، یعنی یه تایی شما از این مدل سمپل بکنید، هیچ وقت ادعا نمیکنید که اون تا اپتیماله. به درجه ای اپتیماله و به درجه ای ساب اپتیماله و اون درجه چی داره مشخصش میکنه؟ این آره بزرگ داره مشخصش میکنه. پس مثل که من مفهوم سافت اپتیمالیتی رو مثل اینکه وارد داستان کردم با این اضافه کردن این اپتیمالیتی وریبل ها، و وقتی جوینت دیستریبیوشن رو می نویسن میبینم که احتمال اون تراجکتوری در ساب اپتیمالیتی، در اپتیمالیتی یا سافت اپتیمالیتی اون داره ضرب میشه. هر چقدر این سافت اپتیمالیتی عدد بزرگتری باشه، یک تراجکتوری رو محتمل تر. خب حالا بیایم سعی بکنیم که این اپتیمالیتی وریبل رو لرن بکنیم و ستاپش رو این شکلی نگاه بکنیم که شما یه سری سمپل دارین، سمپل هاتون تا آی هایی هستن که از پالیسی اکسپرت اومدن. این پالیسی اکسپرت الزاماً بهینه نیست. not necessarily optimal. و چه چیزی داره اکاونت میکنه این قضیه رو؟ این او هایی که این اپتیمالیتی وریبل هایی که در واقع این وسط گذاشته شده. خب حالا شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید بیاین مکسیمم لایکلیهود بزنید روی این. خب و مکسیمم لایکلیهود چیکار میکرد؟ مکسیمم لایکلیهود میاد لاگ لایکلیهود تک تک دیتا ها رو با هم جمع میزد و روی اون آننون پارامترتون اینو ماکسیمم میکرد. اینو تو جلسات بندیت دیده بود. حالا اگر شما بیاین در واقع این لایکلیهودی که بالا حساب کردیم و بیاین پلاگش بکنین توی این لوگاریتمی که پایین هست و توجه کنید که اون تیکه اول که پی تا بود، چون آننون پارامتری توش وجود نداره، آننون پارامتر شما چیه؟ همین سایی هستش که اینجا به عنوان پارامتر ریوارد دارین در نظر میگیریم. میتونیم اون تیکه پی تا رو در واقع دور بریزیم و بنابراین به این شکل در واقع احتمالتون به این شکل در میاد. منتها توجه بکنید که این probability که اینجا نوشتیم اینو متناسب نوشتیم با این احتمال. چرا متناسب؟ چون بر اساس قاعده بیز شما باید این رو تقسیم بر probability O1 تا OT هم بکنید برای اینکه این مساوی بشه. و probability O1 تا OT به سای وابسته هستش، در واقع تابعی از سای هستش. پس من نمیتونم ضریب تناسب بریزم دور. اسم اون ضریب تناسبه رو گذاشتیم Z، در واقع اسم این جمله رو گذاشتیم Z. بنابراین یه لاگ منفی لاگ Z هم خواهیم گرفت غیر از آرسای تا آیی که میدید و متاسفانه این Z تابعی از سای هست. پس این مکسیمیزیشنی که میخوایم انجام بدیم یکم در واقع باید بهش توجه بکنیم که چجوری میشه این جمله رو توش محاسبه کرد. خب تا اینجای بحثمون امیدوارم واضح بوده باشه چیکار کردیم. من یه بار دیگه مرور سریع میکنم. ما اومدیم یک گرافیکال مدل درست کردیم که رفتارهای انسانی رو بتونه توصیف کنه. برای اینکه رفتارهای انسانی رو بتونه توصیف کنه یه سری اپتیمالیتی وریبل تعریف کرد. این اپتیمالیتی وریبل ها در سنس لوکال میخوان ببینن هر اکشنی چقدر احتمال داره اپتیمال باشه و احتمال اپتیمالیتی رو متناسب با ریوارد نسبت میده. حالا اومدیم این مدل احتمالاتی رو فیت بکنیم به داده هامون که همون تراجکتوری های انسانی هستش و در مسیر این فیت کردنه در واقع به این نتیجه رسیدیم که تهش باید یه همچین اپتیمیزیشنی رو حلش بکنیم. خب ببینم سوالی هست. چرا برای مکسیموم لایکلیهود به جای احتمال مشاهده تاو
داریم تا به شرط او رو ماکسیموم میکنیم. آها، ببینید سوالی که پرسیدن اینه، میگن که ما میتونستیم بیایم پی تا رو تا به شرط سای رو بهینه بکنیم. اومدیم الان پی تا به شرط ببخشید اومدیم پی تا به شرط او و سای رو بهینه کردیم. خب ببینید این اوه در واقع ما برای داده انسانی اوه رو در تمام لحظات گذاشتیم یک. یعنی مثل اینکه یه فرضی کردیم که آقا این عامل انسانیه خیلی آپتیمال بوده، خب این اوهاش همه آپتیمال بودن. این کاری که من کردم در واقع یا این اسلایدی که دارین میبینید در واقع همین کارو کرده. حالا شما ممکنه یه نفر بیاد یه کار بهتری هم انجام بده، سعی کنه این اوه رو هم استنتاج بکنه. خب یعنی بیاد مثلا بگه نه احتمالاً مثلا اون وسط ها یه سری گام ها بودن ساب اپتیمال بودن، اینا رو باید صفر در نظر بگیریم. ولی مثل اینکه ما این کارو نکردیم، اومدیم همه این اوها رو یک گذاشتیم و البته مشکلی هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون این احتمال داره نسبت میده به یک بودن اینها. خب و این کاندیشنی که اینجا دارین شما میکنین در واقع مثل اینکه به شکل ضمنی داره میگه که آقا این اکسپرتتون تا حدی اکسپرت بوده، اگه این او رو نذارین خب و مارجینالایز بکنین رو همه اوهای ممکن، مفهومش اینه که این تراجکتوریاتون خیلی در همه. یه سری از تراجکتوریاتون از اکسپرت اومده، یه سری از تراجکتوریاتون از مثلا یه آدم خیلی نان اکسپرت اومده. خب پس توجه بکنید که این اویی که من در واقع تو تمام این نوتیشن رو دارم میذارم، وقتی میگم گیون او منظورم اینه که او حالت پازیتیوش ظاهر شده، حالت یکش ظاهر شده، نه حالت صفرش. کار بهتر این هستش که شما این او رو استنتاج بکنید، که حالا ما تو این درس در واقع سراغ اون داستان نمیریم. یعنی سعی کنین قبل از اینکه اصلا این ماکسیمم لایکلیهود رو بزنین، این او رو سعی کنین استنتاجش بکنید و مثلا حدس بزنین یه سری جاها یکه، یه سری جاها صفره، که به اون کار میگن اکسپکتیشن ماکسیمیزیشن و اینفرنس، که حالا ما دیگه بهش نمیپردازیم. ما صرفا فرض میکنیم همه اپتیمالیتی در همه لحظات یک بود. خب اینجا اگر شبکه آر اوورفیت بشه باعث نمیشه که همیشه اپتیمال باشیم، یعنی ظرفیت ریوارد فیچر ها رو باید محدود نگه داریم. چرا؟ اینجا هم در واقع شما میتونید مشکل اوورفیتینگ داشته باشین. کلا اگر آر سایتون خیلی شبکه اکسپرسیوی باشه، شما این مشکل رو تو ماکسیمم لایکلیهود دارین دیگه. مثلا فرض کنید توی یه مسئله ای، مثلا شما فرض کنید یه سری سمپل مشاهده کردین تو فضای مثلا X و میخواین یه دنسیتی بهش فیت کنید. اگه دنسیتی فانکشنتون خیلی غنی باشه، میاد یه همچین دنسیتی فیت میکنه بهش. خب و این دنسیتی خوبیه یا بدیه؟ مهران میتونی بگی این دنسیتی خوبیه یا بدیه؟ دنسیتی بدیه، درسته. دنسیتی بدیه، اوورفیت شده در واقع. این جاهایی که این وسط هست احتمال صفر داره نسبت میده، اینجا رو داره احتمال صفر نسبت. پس توی ماکسیمم لایکلیهود هم شما احتمال اوورفیتینگ دارین و اون موقعی هستش که توابعی که میخوان به عنوان دنسیتی در نظر گرفته بشن خیلی درجه آزادی زیادی داشته باشن. بنابراین اینجا آرتون باز نباید خیلی دستش باز باشه، باید یه مکانیزم های کنترل ظرفیت یا کپاسیتی کنترل براش داشته باشین. اگه مثلا یه شبکه عصبیه، یا با داده زیاد ترینش بکنین، یا شبکه عصبیه مثلا تعداد لایه ها و ایناش کمتر باشه. خلاصه یه جوری باید کنترلش بکنین که اوورفیت نشه. خب هنوز من نپرداختم به اینکه چجوری میخوایم این اپتیمیزیشن رو انجام بدیم، چون
این اپتیمیزیشن یه مشکلی که داره این جمله دومشه، این لاگ زدی که اینجا ظاهر شده، این زد گفتیم تابعی از سای هست. خب به این زده در واقع لاگ زد پارتیشن فانکشن هم میگن تو ادبیات بیزیان اینفرنس، و معمولا یه جمله‌ایه که همیشه رو اعصابه و بهینه‌سازیش کار سختی. ولی حالا می‌خوایم ببینیم چه شکلی میشه اینو بهینه‌اش کرد. و برای اینکه اینو بهینه بکنیم میایم از روش‌های گریدینت بیس استفاده می‌کنیم. یعنی میایم سعی می‌کنیم این ابجکتیو فانکشن رو ازش نسبت به سای مشتق بگیریم. خب جمله اول مشتق گرفتنش راحته. اگر شما یه شبکه عصبی برای آر استفاده کردین، صرفا کافیه اینجا چیکار کنید؟ بک پراپ بزنید. ولی جمله دوم جمله سختیه که نمیدونیم چجوری ازش باید مشتق بگیریم. جمله دوم در واقع مساوی با انتگرال پی تا ضرب در این اکسپوننشیال دی تا هستش. چرا؟ چون گفتیم که در واقع توزیع تا شرط او و سای این مساوی بود با 1/2 پی تا ضرب در x به آر بزرگ سایه تا، که این آر بزرگ در واقع همون ریترن. خب اگر p یه توزیع ولید باشه، شما اگر ازش انتگرال بگیرین روی تا یا سام بگیرین روی تا، باید سامتون بشه چی؟ باید بشه 1. پس اگر دو طرف این انتگرال بگیریم، انتگرال پی تا گیون او و سای دی تا مساوی باید بشه با 1/2 انتگرال پی تا x به آر بزرگ سایه تا دی تا. خب این انتگرال سمت چپتون 1. پس اگه طرف این وسط این بکنین، زدتون میشه چی؟ زدتون میشه انتگرال پی تا ضرب در x به آر بزرگ سایه تا. این آر بعد آر بزرگ باشه، این آری که اینجاست بعد آر بزرگ. خب حالا بیاین از دو طرف این رابطه مشتق سعی کنید بگیرید. خب و برای اینکه این کار رو انجام بدین، دقت کنید که خود زد هم ظاهر نشده، لگاریتم زد ظاهر شده، پس لگاریتمش مشتق بگیرید. خب لگاریتم اگه ازش مشتق بگیریم میشه 1/2 ضرب در مشتق زد. مشتق زد هم در واقع شما باید از دو طرف این گرادیان بگیرین. اگه گرادیان بگیرین و گرادیان رو در واقع ببرین داخل انتگرال تحت شرایطی، از اکسپوننشیال باید گرادیان بگیرین. از اکسپوننشیال گرادیان بگیرین میشه خود اکسپوننشیال ضرب در گرادیان چی؟ گرادیان ریوارد فانکشن. خب یک داستانی شبیه پالیسی گریدینت می‌بینیم داره اتفاق میفته اینجا. الان این جمله‌ای که ظاهر شده اگه خوب بهش دقت بکنین، اینو میشه به شکل ساده تری نوشتش. به نظرتون چجوری این جمله دوم رو ساده بکنیم؟ چه تریکی بزنیم؟ اگه اون بحثا رو خونده باشین بعد اینجا راحت بتونید جواب بدید. بله به شکل امید بنویسید دقیقا. و چجوری میتونید اینو به شکل امید بنویسین؟ انتگرال 1/2 پی تا x به آر بزرگ سای. این چیه الان؟ این همون پی چیه؟ پی تا به شرط او و سای هستش ضرب در گرادیان نسبت سای آر بزرگ سای تا دیتا. خب این پس در واقع تبدیل به یه امید میشه. چرا؟ چون مثل اینکه شما این جمله رو دارین ضرب در یه احتمالی میکنید و این احتماله میتونه در قالب یک امید جذب بشه و بنابراین این مثل اینکه امید نسبت به اون پروبابیلیتی که داخل انتگرال ظاهر شده بود. بنابراین لاستون میتونه یه همچین گرادیانی داشته باشه. جمله اولش که براتون راحت حساب کردنش و تخمین زدنش
تراجکتوریاتون تراجکتوری های اکسپرتن. جمله دوم ولی تراجکتوری هایی هستش که از گرافیکال مدلتون داره برمیاد. خب دقت کنید، این trajectories from the graphical model و با فرض اینکه O1 تا OT هم یکه، یعنی مثل اینکه یه نفر رفته گفته تو اون گرافیکال مدل گفته آقا من میخوام اپتیمالیتی وریبلام همه یک باشن. خب به من بگو که تراجکتوری ها چه توضیحی دارن. این تقریبا معادل با این هستش که شما RL بزنین روی چی؟ روی R سای. خب و بعد از اینکه این کار رو انجام دادین RL زدین روی R سای، در واقع تراجکتوری های بهینه به دست بیان. تراجکتوری های بهینه رو بردارین باهاش متوسط این گرادیان رو در واقع حساب کنین. خب پس مثل این گرادیانتون یه چیز بامزه شد. جمله اولش داره با استفاده از اکسپرت سمپل ها گرادیان ریوارد رو حساب میکنه. جمله دومش همون گرادیان رو متوسطش رو روی یک سافت اپتیمال پالیسی داره حساب میکنه. حالا چرا سافت اپتیمال پالیسی؟ چون ما تو اون گرافیکال مدلمون در واقع سافت اپتیمالیتی رو تعریف کرده بود. خب وقتی شما O1 تا OT رو همه رو یک میذارین، مثل اینکه دارین میگین که من بیشتر پالیسی هایی که میخوام تولید بکنم پالیسی های اپتیمالن، ولی با یه احتمالی پالیسی های غیر اپتیمال رو هم مثل اینکه دارم اجازه میدم. خب در واقع مثل اینکه چیزای دیگه که اپتیمال نیستن مثل که احتمالشون ضعیف شده ولی احتمالشون صفر نشده. خب احتمالا صفر نمیکرد، احتمال چیزایی که اپتیمال نبودن صرفا احتمالشون رو پایین می‌آورد. خب روش‌هایی که سافت اپتیمال پالیسی براتون پیدا می‌کردن یادتونه چیا بودن؟ یه روشی رو به شکل خاص قبلا دیده بودیم. بله، سافت اکتور کریتیک. چرا؟ چون سافت اکتور کریتیک غیر از اینکه ریوارد رو ماکسیموم می‌کرد دنبال این بود که در واقع انتروپی نکست استیت رو هم، انتروپی اکشن هایی که توی استیت های بعدی میبینه رو هم ماکسیموم بکنه. پس مثل اینکه من میتونم سافت اکتور کریتیک بر اساس ریوارد فعلیم بزنم و یه سری تراجکتوری پیدا بکنم تا بتونم این امید دوم رو تخمین بزنم و در هر دو حالت هم کافیه رو اون تراجکتوریه که به دست میاد توی این ریوارد فانکشنه بک پراپ بزنم. پس من دو بار بک پراپ باید بزنم روی این ریوارد فانکشنی که توسط یک شبکه عصبی نشون داده میشه، یک بار با سمپل های اکسپرت، یک بار با سمپل هایی که با روش سافت اکتور کریتیکی که تا الان روی این ریوارد ترین شده به دست اومدن. پس شما این گرادیان رو میتونید این شکلی حسابش بکنید. هر دفعه تو هر ایتریشن آپدیت گریدینت دیسنتتون باید یک RL کامل، یه سافت اکتور کریتیک کامل بزنید تا این دیستریبیوشنی که این اکسپکتد داره نسبت بهش گرفته میشه به دست بیاد. این سک در واقع این دیستریبیوشن رو برای شما به دست میاره و از این طریق شما میتونین گرادیان رو تخمین بزنید. پس n تا تراجکتوری از اکسپرت میگیرین، m تا تراجکتوری از سافت اکتور کریتیک میگیرین و سافت اکتور کریتیکتون با آر سای در هر لحظه ترین میشه. خب اشکال این کار اینه که این کار خیلی خیلی گرونه، به خاطر اینکه شما تو هر ایتریشن آپدیت الگوریتمتون باید یه ماکسیموم انتروپی RL بزنید و این زمان اجراش خیلی زمان طولانی هستش. بنابراین یه پیشنهادی که میشه این هستش که بیایم اصطلاحاً لیزی پالیسی اپتیمیزیشن انجام بدیم. این سافت اکتور کریتیکر رو کامل اجراش نکنیم، فقط مثلا یک گام اجراش بکنیم. بنابراین لرنینگ سافت اکتور کریتیک رو ور می‌داریم، صرفاً
یک گام سافت اکتور رو ایمپرووش میکنیم، یک ایتریشن بیشتر روش نمیریم. خب و بعد میایم در واقع اون امتو سامپل و امتو تراجکتوری رو برمی‌داریم. ولی این کار باعث میشه که خب اون تراجکتوری هایی که داریم سافت اپتیمال نباشن و واقعا یه دیستریبیوشن شیفتی رو ایجاد بکنیم. یعنی تا جی هایی که در جمله دوم دارن ظاهر میشن دیگه دیستریبیوشنشون الزاما با اون دیستریبیوشنی که مد نظر ما هست برابر نیست. یکم فکر کنید که چجوری میشه این مشکل رو حل کرد. بذارید مشکل یه بار دیگه بگم، یا بهتر بگم پرابلم، به جای پرابلم بگم ایشو. by lazy policy optimization J's would not be soft optimal anymore, making summation grad یه سایه آره سایه تا j یک اموم این j از یک تا m بایست. خب فکر کنید این ایشو رو چه شکلی میشه رفعش کرد. خب یه راهنمایی بذاریم بکنم. قبل از اینکه به این مسئله فکر بکنیم یه سایت پرابلم دیگه رو در نظر بگیریم که شما میخواین expected موقعی که اکساتون مثلا از یه از یه دیستریبیوشن مثل پی اومدن رو از یه تابعی مثلا مثل جی اکس حساب بکنین، ولی متاسفانه به سمپل های از توزیع پی دسترسی ندارین، به سمپل های از در واقع توزیع کیو دسترسی دارین. بنابراین من این تیکه هم پاکش بکنم. بنابراین فرض کنید سمپل هاتون x1 تا xn اینا از Q اومدن که Q هم مخالف پیه. چجوری واقعا این تخمین بالایی رو انجام میدی؟ چیکارش میکنی؟ اینجا مثل که با یه همچین مشکلی رو هستیم. آفرین، ایمپورتنس سامپلینگ میکنیم یا ضرب و تقسیم در کیو میکنیم. درست. ببینید اینجا یه سولوشنی که ما برای این مسئله استاندارد داریم این هستش که شما بیاین GXI ها رو بنویسین، خب و بعد اینو ضرب در PXI تقسیم بر QXI بکنید. اگه شما از این موجود الان بیاین امید ریاضی بگیرین چه اتفاقی میفته؟ و دقت بکنید که XI تون الان توضیحش از چی اومده؟ توضیحش از Q اومده. اگه بیاین از این امید ریاضی بگیرین امیدتون میشه چی؟ میشه اون چیزی که داخل امید هست ضرب در Q که Q مخرج رو ساده میکنه و بعد انتگرال روی XI که باعث میشه همون چیزی بشه که در اصل دنبالش بودیم. پس شما میتونید اینو بیاید به این شکل تخمین بزنید. اینو میتونید سیگما P XI تقسیم بر Q XI ضرب در G XI I از 1 تا M و بعد یک اموم هم اینجا بذارید. خب این در واقع میتونه
یه روش برای تخمین این اکسپکتیشن باشه. به این کار میگن ایمپورتنس سامپلینگ و به این وزنی که اینجا ظاهر شد به این میگن ایمپورتنس ویت. ایمپورتنس ویت. هر چقدر یه سمپل این پی و کیو براش نزدیک هم باشن، مثل اینکه ایمپورتنسش بیشتره، یعنی اون سمپلی که در هر دو تا توضیح در واقع احتمالای مساوی داره، پس سمپل ولیدیه، پس ایمپورتنسش باید زیاد بشه. هر چقدر اینجوری نباشه، یعنی توی کیو احتمال بزرگی داشته باشه ولی تو پی احتمال کوچیکی داشته باشه، این ویته به صفر شدن میل میکنه و اون سمپل کانتریبیوشن کمتری به ویتینگ ما خواهد داشت. حالا ما اینجا هم تو این مسئله، تو این ایشویی که گفتیم، هم با یه همچین چالشی در واقع روبرو هستیم. تایجه ما داره از یه توزیع دیگری میآید و ما به تایجه در یه توزیع دیگری نیاز داشتیم برای اینکه این سامیشن رو تخمین بزنیم. میتونیم بیایم با این ایمپورتنس کارکشن بیایم این سامیشن رو درست بکنیم. بنابراین چیکار میکنیم؟ میایم یه سری ایمپورتنس ویت اینجا تعریف میکنیم. ایمپورتنس ویت و این ایمپورتنس ویت ها رو همونجور که گفتیم باید به شکل P تقسیم بر Q در نظر بگیریم. Q میشه چی؟ Q میشه همون توضیحی که این سمپل های شما آلردی از اون اومدن. این میشه همون پالیسی سافت اکتور کریتیکی که در حال بهبوده. under improvement. صورت چیه؟ صورت اون توضیحیه که واقعا این باید از اون میومد. ما انتظار داشتیم از پالیسی بهینه در واقع این اومده باشه و پالیسی بهینه بر اساس مدلی که نوشته بودیم، موقعی که اوهامون همه یک باشن در واقع احتمالش به این شکل بود. پس من میتونم این وزن‌ها رو اینجا قرار بدم و یک تقسیم بر جمع وزن‌ها رو هم میتونم پشت قرار بدم برای اینکه این کاملا به شکل یک سامیشن ویت، به شکل یک اوریج ویتد در واقع در بیاد. خب حالا سوال اینه که آیا این WJ من میتونم کامل حساب کنم یا نه؟ و پاسخش اینه که بله، میتونید دقیقا حسابش بکنیم. توجه بکنید که این پیتا یه سری جملاتی داشت که داینامیک اسپسیفیک بودن، یعنی ترانزیشن پروبابیلیتی ها توشون ظاهر میشد و احتمال استیت اولیه. مشابهش تو مخرج هم شما همین جملات رو دارین، یعنی توی مخرج هم در واقع شما احتمال هر تایی رو دارین حساب میکنین و اون تیکه های ترانزیشن رو دارین، تیکه پالیسی رو هم دارین. تیکه ترانزیشن ها کاملا مشابه همن و با هم دیگه خط میخورن و بنابراین این ویت شما به این شکل در میاد، میشه ضرب در واقع پالیسی فانکشنی که شما لرن کردین به ازای اکشن در لحظات مختلف. صورت هم میشه اکسپوننشیال ریترنی که در واقع کسب کردین. پس ویت شما به چه شکل کار میکنه؟ ویت شما موقعی زیاد خواهد شد که شما یه تایی داشته باشین که خیلی ریترنش عدد بزرگی باشه و از اون طرف در واقع جزء سمپل هایی باشه که این مخرجشون هم خیلی بزرگ نیست، یعنی در واقع جزء تراجکتوری هایی هستش که خیلی تیپیکال نبوده توسط سافت اکتور کریتیک. خب این ویت شما میشه. پس این ویت رو میتونین بیارین وارد این داستان بکنین و رادیانتون دقیق‌تر تخمین زده بشه. خب این در واقع میشه یه الگوریتمی که به شکل کامل معرفی شد. حالا این الگوریتم رو من یه بار دیگه میخوام بیگ پیکچرش رو بهتون نشون بدم که چه اتفاقی داره میفته. شما برای اینکه اینورس آر ال بزنین این کارو میکنین. اول میان یک پالیسی اولیه، یه اینیشیال پالیسی به نام پای برمیدارین
که این مثلا میتونه شبکه عصبی اولیه‌تون باشه. یه سری سمپل توسط این پای تولید میکنید. این سمپل ها میخوان استفاده بشن برای چی؟ میخوان استفاده بشن برای جمله دومتون. جمله دوم یعنی چی؟ یعنی این جمله. برای محاسبه این جمله میخوان استفاده بشن. خب میای این جمله دوم رو با استفاده از این سمپل ها محاسبه میکنین. جمله اول رو هم که میتونین حساب بکنین به سادگی. چرا؟ جمله اول فقط وابسته به تراجکتوری های اکسپرت، تراجکتوری های اکسپرت که قبل شما دادن. پس در نهایت این گرادیان رو شما میتونید حساب بکنید. گرادیانی که حساب کردین، شبکه عصبی که ریوارد رو داره به شما میده، با این گرادیان میتونید بیاین آپدیتش کنید. یعنی بک پراپ بزنین، با استفاده از این گرادیان آپدیتش کنید. خب حالا اینجا ریوارد آپدیت شد. ریوارد که آپدیت شد، باید بیاد اون الگوریتم RLی که سافت اکروکریتیک باشه با ریوارد جدید آپدیت شده بیاد ترینینگ رو ادامه بده. پس میاین سافت اکروکریتیک رو روی ریوارد آپدیت شده یک مرحله ایمپرووش میکنین و پالیسیتون یه پالیسی جدیدی میشه، به پالیسی نیو میرسین. دوباره از این پالیسی نیو استفاده میکنین و یه سری سمپل میگیرین. سمپل جمله دوم رو برای شما تشکیل میده. جمله اول رو هم از هیومن دیمانستریشن میگیرین و همین کار هی تکرار میشه. ضمناً ویت هایی هم که در جمله دوم حساب میشه رو تو هر مرحله میتونید به سادگی حساب بکنید. این در واقع کاری هستش که چلسی فین و دیگران تو ICML 2016 در واقع معرفی کردن برای اینورس RL و میشه گفت یه روش پرکتیکال تر اینورس RL. اسمش رو گذاشتن Guided Cost Learning Algorithm. خب من میخوام یه شهودی هم از این کار بدم، بعد میریم سراغ سوالاتون. این کار چیکار واقعا داره میکنه؟ یکم کار شبیه گنه مثل این که. خب یعنی کی این گرادیان صفر میشه؟ وقتی که جمله اول با جمله دوم با هم برابر بشه. کی جمله اول و جمله دوم با هم برابر میشن؟ موقعی که تراجکتوری های شما مشابه بشن، یعنی تراجکتوری شما با تراجکتوری های اکسپرت مشابه بشن. ولی تراجکتوری از چه جنبه‌ای مشابه باشه؟ عیناً هم بشن تا اینکه نه، میتونن با هم تفاوت داشته باشن. تراجکتوری ها از نقطه نظر گرادیان ریوارد شبیه هم بشن، یعنی جمع گرادیان ریوارد ها رو شبیه هم بکنن. خب و چرا گرادیان ریوارد مهمه؟ گرادیان ریوارد یه جورایی اون فیچریه که مثل اینکه شبکه عصبی شما یاد گرفته راجع به هر دیتا. خب پس یه جورایی روح فیچر مچینگ مثل اینکه اینجا دوباره توی این الگوریتم وجود داره، با اینکه به یه شکل دیگه ای درایو شده، ولی مثل اینکه روحش وجود داره تو این اپتیمیزیشنی که بهش رسیدیم. و نکته دیگه هم که وجود داره اینه که هر دفعه این پالیسی شما یه تفاوتی با اکسپرت داره، ولی داره خودش رو سعی میکنه نزدیک بکنه به اکسپرت. چرا؟ به خاطر اینکه هر دفعه شما دارید این سافت اکتورکریتیک رو روی ریواردی که از اکسپرت نتیجه گرفتید اجرا میکنید. پس مثل اینکه شما دارید خودتون رو به اکسپرت نزدیک میکنید، ولی از اون طرف اکسپرت هم مثل که در یه رقابتی هست، با علامت منفی داره این تراجکتوری هایی که شما تولید کردید رو در آپدیت کردن ریوارد فانکشن لحاظ میکنه. پس مثل یه گیمی وجود داره بین ریوارد فانکشن و این کسی که در واقع اینجا نشسته داره پالیسی بهینه رو آموزش میده. و این گیم در نهایت وقتی که این گرادیان به صفر میل بکنه، مثل اینکه این گیم همگرا میشه و مثل اینکه در حالت تعادل خودش قرار میگیره. گاهی اوقات با ادبیات گن در واقع این چرخه رو، جنراتیو ادورسریال نتورک ها این چرخه رو در واقع می نویسن، چون
میبینید دو تا گرادیان با دو تا علامت مختلفی که علامت مثبتی که علامت منفی ظاهر شده، در واقع میرسونه که مثل اینکه یه گیمی بین این دوتا موجود، بین ریوارد فانکشن و پالیسی که داره یاد گرفته میشه برقراره. ریوارد فانکشن داره سعی میکنه که اون پالیسیه رو خراب بکنه، پالیسیه داره سعی میکنه خودش رو به ریوارد فانکشن نزدیک بکنه و این دوتا در نهایت با هم باعث میشن که به اون اتفاقی گفتیم در نهایت برسیم که فیچرهایی که مهمه روی تراجکتوری های اکسپرت و روی تراجکتوری هایی که توسط پالیسی دارن یاد گرفته میشن تقریبا مساوی همدیگه باشن. خب اینجا بحث ما تقریبا تموم میشه. حالا لیست پیپر هایی هم که راجبشون صحبت کردیم اینجا اومده. اون کارهای اولیه که فیچر مچینگ و اینا بودن، میبینید تایمشون خیلی قدیمیه، 2004 2008. پیپرهایی که مدرن تر هستن رو هم دارید میبینید که حالا این روش فین ات آل رو در واقع ما معرفی کردیم، ولی روش های دیگه هم هستن که میتونید حالا خودتون بعدا بررسی کنید. روش های جدیدتری هم هستن که جلوتر از اینها اومدن. خب من سوالات رو چک کنم و بعد اگر نکته‌ای نباشه دیگه کلاس رو تموم کنیم. فرمودن که چرا اون متوسط رو با سک مدل کردیم. سوال خوبیه. ببینید اینجا بود. ببینید ما درستش این بود که از این توزیع می اومدیم سمپل میگرفتیم. خب توزیع چی داره میگه؟ توزیع داره میگه که یه تراجکتوری باید با فرض اینکه O1 تا OT همین یک هستن و پارامتر شما سای هست، یه تراجکتوری سمپل بشه. خب و این رو نشون دادیم که متناسب با چی بود؟ این متناسب بود با پی تا ضرب در اکس پ سیگما آر آی. خب ببینید این چیکار داره میکنه. این داره میگه که آقا ببین تراجکتوریایی که میخوای سمپل بکنی، مثلا فرض کن یه تراجکتوری داری، این ریترنش مثلا چنده؟ ریترنش شده مثلا 100. یه تراجکتوری داری مثلا ریترنش شده 10. یه تراجکتوری ریترنش شده -1. این چیکار داره میکنه؟ این داره میگه که ببین بیا این رو به توان تک تک این آرها برسون و هر کدوم از تراجکتوری به اون میزان احتمال پیدا میکنه، با فرض اینکه پیتاشون با هم مساوی باشه. یعنی مثلا فرض کنیم پیتای همه اینها مثلا 10⁻⁷ فرض کنیم. خب میگه اونی محتمل تره که ریترنش از همه بزرگتره. ولی آیا به این مفهومه که آیا اونایی که ریترنشون کوچیک‌تره احتمال ندارن؟ نه، به این مفهوم نیست. در واقع میاد میگه آقا اونهایی که ریترنشون کوچیک‌تر هم هستن هم یه احتمالی دارن که انتخاب بشن. خب پس من باید یه جور یک سافت آپتیمال پالیسی لرنینگی داشته باشم که به این دوتا تراجکتوری هم احتمال سمپل شدن بدهد. خب حالا شما میتونید این کار رو با روش‌های مختلف انجام بدین. ما یه روش‌هایی داریم بهشون میگن بیزیان آر ال. دقیق‌تر و درست‌تر این بود که این کار رو با اونا انجام میدین، با روش‌های بیزیان آر ال انجام میدین. بیزیان آر ال دقیقاً هدفش این هستش که بیاد این سامپلینگ رو برای شما انجام بده. ولی مثل اینکه ما اومدیم یه کار دیگه کردیم، گفتیم که نه ولش کن، بذار از همون روش‌های در واقع مدل فری استفاده بکنیم، وارد بحث‌های بیزیان و اینا نشیم، چون این روش‌های بیزیان خیلی پیچیدگی دارن، اینفرنس تایمشون خیلی زیاده. بذار بیا اینا رو با مثلا یه روشی مثل سافت اکتور کریتیک به دست بیاریم. سافت اکتور کریتیک
در واقع ویژگی که داره اینه که به خاطر اینکه در واقع یک جمله دومی شما تو ابجکتیو فانکشنتون دارین که آنتروپی باشه، نمیاد کاملا تمرکزش رو بذاره بر اینکه expected return رو در واقع ماکسیموم بکنه. خب اگر فقط جمله اول رو بهینه میکرد، در واقع نمیتونست سمپلینگ آن بایاستی داشته باشه نسبت به این توضیحی که این بالا گفتیم، چون این توضیح بالاییه به ریترن های دیگه هم احتمالاتی داره نسبت میده. حالا شما ممکنه بپرسین که این جمله دوم آیا واقعا در این راستا هست که در واقع به تراجکتوری هایی که ریترنشون کمتر هست مثلا بیاد به همون نسبت احتمال بده یا نه. این یه سوال دیگه ای و یه مقدار فراتر از بحثمون هست و منم مطمئن نیستم که الزاما این ویژگی رو داشته باشه. خب اینکه مثلا یه مکسیموم انتروپی RL حتما داره با همون توضیح میاد این کار رو انجام میده. صرفا به خاطر اینکه جمله دومش داره یه مقدار باعث میشه دیوییت بکنه از جمله اول، داره باعث میشه که یه مقدار احتمال به ریترن های کوچیکتر هم بده. صرفا در همین حد. خب خیلی ممنون دوستان. نکته یا سوال دیگه هست؟ امروز یه مقدار احساس میکنم مشارکت کمتر بود. امیدوارم بحث واضح بوده باشه. حالا من ویدیو رو هم آپلود میکنم و ابتدای جلسه بعد رو هم انشالله به توضیح مواردی که مبهم بوده اختصاص میدم. اون قسمت حساب کردن W رو یه بار دیگه بیاریم. W نداشتیم، سای داشتیم همیشه. منظورتون این بحثا بود؟ فیچر مچینگ رو میگین؟ آها ایمپورتنس سامپلینگ، ببخشید اینجا بود. بفهم. سوالی داشتین از اینجا آقای شیرین بیان؟ اینجا زد نباید بیاد. آها زد اومد دیگه. ببینید این جمله دوم در واقع همون گرادیان لاگ زد، گرادیان نسبت به سای لاگ زد. چرا؟ به خاطر اینکه دقت بکنید اینجا اومدیم لاگ زد رو نوشتیم و مشتق گرفتیم. مشتق لاگ میشه چی؟ میشه 1/z ضرب در مشتق خود زد نسبت به سای. زد رو هم گفتیم که این انتگرال است، پس از این انتگرال نسبت به سای مشتق گرفتیم شد این. بعد اینو اومدیم چیکار کردیم؟ اینو اومدیم به شکل این انتگرال رو اومدیم به شکل امید ریاضی نوشتیم، شبیه لاگ تریکی که قبلا دیده بودیم اومدیم به شکل امید ریاضی نوشتیم. بعد این امید ریاضی ها رو جفتشون رو اومدیم با نسخه امپریکالشون تخمین زدیم. یعنی اومدیم امید ریاضی رو تبدیل کردیم به جمع روی تراجکتوری ها در هر دو حالت. بنابراین زده در واقع به این شکل اومده. اونجا منظورم نبود. یه بار دیگه W رو میگی تقسیم کدوم پی هاست؟ آها اینجا رو میگین، اینجا میگین زد نیازه 1/z. اینجا نیاز به 1/z. راست میگین اینجا هم نیاز به 1/z نیاز داریم. ولی اتفاقی که افتاده اینه که یه 1/z هم فکر کنم اینجا ظاهر میشه و این دوتا 1/z ها با هم دیگه ساده شدن. این دیگه نیاوردتش. یعنی 1/z چون توی همه W هاتون ثابت هست، چون z فقط به سای وابسته است دیگه، به تا وابسته نیست. بنابراین 1/zی که توی
سامیشن مخرج هست با یک به روز زدی که توی دبلیو های صورت هست با هم دیگه ساده شد. حل شد. خب امیدوارم حل شده باشه. آره ساده میشن در واقع، چون نکتهش هم اینه زد فقط به سای وابسته است، به تا وابسته نیستش. دلیلش اون آخر کار که گفتیم ریوارد ها رو به هم میخوایم برسونیم، جنرالیزیشن که در روش قبل توجیه میکردیم، مارجین میذاشیم زیر سوال نرفت. اینو بذارید دیگه، چون کلاس تموم شده این سوال رو من کپی پیست میکنم، جلسه بعد راجبش صحبت میکنم در ابتدای کلاس. خیلی ممنون از همگی و خسته نباشید. انشالله اوقات خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.